چند روز پیشتر از روبرت ولایت پرسان شدم درباره سهمی صاحبکاران، منصبداران و من صفی پیشقدم جامعه که در نایاه هست چقدر انشاءات ها بنیاد گردید یا کمک کردن یا که برای خودشون و برای فرزندانشون برای مردم به نزدیکی در نایه اش بودم. در همین رفتی سفر قریب 12 کارخانه صنعتی ما استحصالی در ولایت سوق افتتاح نمودیم. 99% همش حسابی صاحبکارا است. حتی صاحبکارانی که در خارج کشور کار و فعالیت زندگی میکنند. در نایه اش صاحبکار وطن ما زاده دهه پنغاز در یکاترینبورگ با فروش میوه خشک و میوه‌جات در تمام دنیا مشغول بوده است. مکتبی که ختم کرده است آمده مکتب را در بالای سنگ در بالای کوه زمین نیست در بالای کوه مکتبی سه آشیانه تمام شرایطاش قدیم ساخته تقدیم کردند. در نزد من وای کردن که جناب علی تا 30 سالگی من 50 هکتار زمین گرفتم برای آموزگاران همین مکتب باغ اینتنسیوی بنیاد کرده هدیه میکنم که آنها از همین باغ توانند یک قسمت زندگیشون بینند. بعد از همین درآمد این بعضی خراجاتی که مکتب دا میشه برای نگهبانی و تعمیر و ترمیم و اسباب انجام اشیاء خانشی مکتب صرف کنند. باز تا 30 سالگی 200 تا جای دوزندگی برای خودی بانوان همون دیه ساخته به استفاده میتونن باشه. در خودی مرکز نایه همین صاحبکار 2 کارخانه صنعتی به استفاده دادن. حتی کارخانه صنعتی که از میوه های ویران شده زردآلو، سیب و ناک و دیگر از آنها جپیده شربت اون قند را گرفته صادرات کرده ایستاده است. این اولین چنین کارخانه در جمهوری تاجیکستان است. از میوه ویران شده همین خیلی صاحبکارانی که در خارج کشور هستند آمده در زادگاه در وطن خودشان کارخانه کارگاه ها بنیاد کرده ایستادند. ما نیست ما فرزندان بننگ با آر و با ناموس ملتی تاجیک در کجایی که نباشیم فراموش نکنیم وطن مونه زادگاه مونه. آمده یک 100 متر راه یک بنگاه طبی دیدم مداکار مخصوصا کارکردی سبزوات و میوه امکانیتاتون بینیاد فراوان است. کنیتان صادرات کنید درآمد بیشتر گیرید مردم هم با صاحبکاری خب با تجارت حتی فعالتر کردن مداکار باورت شدن در کار است برآمدن در کار از دین نایه پیشنهادات تکلیفا هستیم. با کمال احترام و صمیمیت خاص مهر و محبت فرزندانه صداقت و اخلاص بی اندازه سلام عرض می دارم بر شما اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب و معظم ما محترم امام علی رحمان. شما برای ما نسل آینده سازی مملکت چون خورشید گردیده اید که شعله های صمیمیت و محبت و گرمی را به ما نصیب گردانیده حیات شیرین و گوارا و شرایط سازگار زندگی و تحصیل طبابت و استراحت را در ایام نورسی و جوانی برایمان فراهم ساختید. مردم سربلند و فرهنگ سالار ناحیه بخش زرخیز از همه بیشتر مشقت‌های وزنین آغاز سالهای صاحب استقلالی کشور را چشیدند و محض با طفیل مردانگی وطندوستی و مردم سالاری راهبری درست و سیاست خیرتمندانه شما به حیات دوباره برگشته زندگی شایسته را دریافت کردند. شکر یزدان پاک که سرشت این فرزند غیور و سربلند تاجیک را خداوند متعال نصیب ما گردانیده است. ناحیه وخش
تحت غمخوری‌های بی‌نظیر شما با بنیاد گردیدن انشاءات تعیینات گوناگون اجتماعی و اقتصادی به افتخار 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به یکی از ناحیه‌های زیبای و زمانوی مبدل گردیده با قدم‌های مبارک شما باز هم آبادتر خواهد گردید که این آرزوی کل جوانان سربلند ناحیه آوازه‌داری بخش است. ما شکرانه از آن میکنیم که شما در ناحیه ما مدت کار کرده اید و جایی که شما فعالیت نمودید امروز به یک مرکز با نفوذ خدمت رسانی مبدل گردیده است که این هم از برکت قدم مبارک شما بشارت می‌دهند. محترم پیشوای ملت، هر یک اقدام و تشبس‌های پیش گرفته شما برای رشد منبعد حیات ما جوانان روانه گردیده است که ما آن را با قلب و جان خود میپذیریم و عملیشان میگردانیم. اعلام گردیدن سالهای 2020-2040 همچون 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی به کل جوانان کشور یک تکانی جدی بخشید. این اقدام پیش گرفته شما به من باز یک الهام تازه بخشیده مرا وادار می سازد تا که در رشته فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی متخصص ورزیده گردیده برای خلق و ملت خویش پهلوی شما ایستاده کار و فعالیت نمایم. دستگیری های پیوسته شما جناب عالی بودند که من در ایام مکتبخوانی گیرنده استیپندیای پرزیدنتی بوده توسط مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به فاکولته خیمیا و بیولوژی داخل شده تحصیل خود را ادامه داده ایستادم. من همچون یک فرزند سعادتمند این دیار با شکرگزاری از این فضای آباد و آزاد، از این خاک سرزمین بهشت آسا، از نعمتهای گرانبهای وحدت و استقلالیت ملی با جانبداری از سیاست دوراندیشانه شما جناب عالی محترم امام علی رحمان تمام کوشش و غیرت خود را به آن روانه می سازم تا که قدر هم باشد سهم مناسب خود را در این جامعه گذاشته باشم. پیشوای ملت، در شرایط امروزه که تا رفت دنیا پیچیده تر می گردد شما راحت باشید جناب عالی. ما به مقابل همه گونه گروه های افراطی مبارزه به امان میبریم و نمیگذاریم که پای کثیف به خاک مقدس کشورمان رسد و ما همیشه با شماییم و با شما افتخار می نماییم. شعار ما جوانان ناحیه وخش آینده را با پیشوای ملت می سازیم و بار دیگر می گویم که ای هدیه کردگار خوش آمده اید، چون نور به این دیار خوش آمده اید. هر جا که قدم نهید از آن گل روید، ای در قدمت بهار خوش آمده اید. خوش آمدید به ناحیه ما، راهنما و هدایتگری جوانان. سلامت باشید. ناز خود. ناز خود. ناز. آینده شما درخشان است. همه زحمت‌ها برای شما نورزان و جوانان امروزه است. خانه شرایط را خوب استفاده کنید. ما طبیبان قلبی بیداری وطن، صف به صف هر روز در کاری وطن. ما عوض کردن نمیخواهیم هیچ با گلی ملکی دیگر خاری وطن. این وطن بر ما پری پرواز داد، صدر را بهر دانش باز داد. ما جوانان عدالت خواه را سوی فردای نکو آواز داد. ما دوام از دوام آریا
نسل سینو نسل انسان پروریم استوار اندر قرار و قول خش در نجات آدمان راه میبریم. السلام علیکم اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. و علیکم السلام. سراول قدوم فیض بخش و مبارک شما را به این دیار همیشه بهار نازنین، به ناحیه بخش زرنیسار که تحت راهبری سیاست خیرتمندانه و بنیادکارانه شما در یک مدت کوتاه شبیه باغ ایران گردیده است خیر مقدم میگویم. من ظریفوف خدایداد ایدیبکویچ ختم کرده کالج طبی ناحیه بخش و عین حال دانشجوی بخش دوم فاکولته نگهداری تندرستی جمعیتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام حکیم بزرگ ابو علی ابن سینا. محترم جناب عالی، سنه 17 آگوست سال 2017 شما ضمن سفر کاری خویش به ناحیه بخش ولایت ختلان تشریف آوردید و سنگ اساسی بیمارخانه کلینیکی به نام ابو علی ابن سینا را گذاشتید و در فرجام سفر کاری خویش با راهبران و فعالان و ساکنان ناحیه بخش ملاقاتی گرم و صمیمی انجام دادید. من نیز در این واخوری شما همچون یک جوانی وطندار و وطن دوست در نزد شما با یک صمیمیت خاصه برآمد نمودم و در فرجام سخنرانیم از جانب شما همچون دانشجوی فعال اعتراف گردیدم و از دستان مبارک شما صاحب تحفه و کوتای پرزیدنتی برای دوام تحصیل بعد از ختم کالج طبی در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا گردیدم. محترم جناب عالی، واقعا هم باعث فرحمندی و خوشنودی است که امروز لنتای رمزی بیمارخانه کلینیکی به نام ابو علی ابن سینا از جانب شما در وضعیت تنتنوی بریده شد. محض با دستور و سپارش و با کمک و دستگیری های بواسطه شما محترم پیشوای ملت بیمارخانه مذکور به خاطر سالمی جامعه دسترسی اهالی به خدمترسانی خوبی طبی ساخته و به استفاده داده شد. محترم جناب عالی، همه این کارهای سازندگی و بنیادکاری بیشک ثمره استقلالیت است. امروز تمام جامعه جهانی را خطر پهنشوی موج دوم بیماری سیرویاتی کرونا ویروس یا خود کووید 19 فرا گرفته است. پس ما طبیبان را وادار می سازد که بهر مبارزه با همه گونه بیماری های سیرویاتی ایستادگری نموده سالمی جامعه را حفظ کرده توانیم. من با باوری کامل گفتم می توانم که ما مردم قوی اراده و همت بلند تاجیک تحت راهبری خیرتمندانه شما دست جمعانه از یک گریبان سر برآورده جهت برطرف نمودن این بیماری خطرزا کمر همت میبندیم. زیرا بزرگان گفتند به هر کاری که همت بسته گردد اگر خار بود گلدسته گردد. با خواست و لطف خداوند مهربان ما طبیبان در کوتاه‌ترین فرصت غالب این بیماری میگردیم. محترم پیشوای معظم و محبوب ملت، به محابات شما شایسته تحسین و آفرین هستید، زیرا درباره وارثان سینا یعنی طبیبان بسیار سخن بلند مضمون گفته اید که شخص هنگام خواندن و یا شنیدن این سخن پرقیمت مفهوم و ماهیت این سخن را دوچند احساس می نماید. شما گفته اید طبیبان قهرمانان زمان و زیابخش دل و دیده ملتند، زیرا از روزهای نخستین صاحب استقلالی کشور شما صحت عامه را در مد اول گذاشتید و دستگیری را نسبت طبیبان و مریضان یکی از عملهای نکوترین حساب بدید که الهام بخشی ما طبیبان گردید. محترم جناب عالی، من جواباً به این غمخواری های روزافزون شما را کاملا باور میکنم که دانشگاه طبی را نیز با بهای خوب و اعلا و رفتار نمونوی ختم نموده به ناحیه بخش برگشته در آن همین بیمارخانه کلینیکی به نام ابو علی ابن سینا که امروز از جانب شما مورد بهره برداری قرار گرفت در دهه سفیداب یعنی زمین نو به خلق و وطن خویش علل خصوص به طبقه نیازمند جامعه
و به مریضان و کارافتادگان خدمتی صادقانه و صافدلانه می نمایم و همچون طبیب جوان خواهان آنم که کار دل و گردش خونتان دائما معتدل باشد. پیشوای معظم ملت ما با شمایم جناب عالی. این از شعار و معنی زندگی ما مردم سربلند ناحیه بخش. سلامت باشی. کورس دوم شدی ها؟ بله محترم جناب عالی. عالی جوان. ولی خواندن در کار. درود با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام رحمان. شکرانه بخت و سعادت مردم تاجیکستان عزیز است که سرور و پیشوای معظم خردمند ما تامین زندگی شایسته مردم کشور را هدف اساسی سیاست خود قرار داده است. محترم پیشوای ملت، ما خوب در خاطر داریم که در این دوره سرنوشت ساز محض با اقدام‌های خردمندانه شما مردم تاجیکستان به روزهای پرفیض و نشاط رسیدند. تنها در جاده کشاورزی که از روزهای اول راهبریتان 75,000 هکتار زمین را به مردم تقسیم کرده و امروز هم با نام زمین‌های پرزیدنتی معمول و معروفند، اولین اقدام شما برای دستگیری اهالی ساکن دهات، تامین بازار داخلی مملکت با مال محصولات اولیه و رهایی مردم از سطح کم بضاعتی بود. اینچنین زمین‌های خوجه‌های دولتی کلکتیوی را با تمام اموال و وسایل مهنتیش به اختیار مردم واگذار نمودید که گزارش به شکل‌های نوی مناسبت‌های اقتصادی و تشکیل شکل‌های نوی خوجگیداری به زندگی و حیات کشاورزان تغییرات کلی به بار آورد. کشاورزان آزادانه انتخاب این یا آن زراعت‌ها را براهمانده در غنی گرداندن خوان ملی تدبیرهای سودمند پیشه کرده ایستادند. بعداً شما جناب عالی تأمین امنیت آذوقه‌آوری را یکی از هدف‌های استراتژیکی اعلان نمودید که در دایره این تدبیر بزرگ کارهای خیلی زیاد عملی گردیدند. مراجعتنامه شما به اعضای حکومت و مردم شریف تاجیکستان وابسته به استفاده عاقلانه و باثمر هر یک پارچه زمین و از یک زمین گرفتن از 2 تا 4 حاصل سالهای آخر مسئولیت کشاورزان وطن دوست را دوچند نموده به به گردانیدن شرایط و زندگی مردم مساعدت کرده ایستاده است. محترم جناب عالی، آخر و صحبت‌های روبرو با کشاورزان در صحرا، آگاهی یافتن از حال و احوال واقعی خلق عادی، پیام مراجعت‌های مفید شما ثمره نیک آورده مردم را به مهنت صافدلانه و صداقتمندانه هدایت نموده ایستاده است. کل موفقیت‌های خلق کشور نتیجه سیاست سازنده شما می باشد. هر تاکید شما در ساحه کشاورزی فیض و برکت آورده در پرتو سیاست خردمندانه و غمخوری‌های پیوسته شما امروز دهقان تاجیک راهیاب و کامیاب است. از این اقدام‌های خردمندانه و پدرانه شما کشاورزان ناحیه و بخش نیز بی‌نصیب نمانده صاحب 1813 هکتار زمین پرزیدنتی شدند. اینچنین در نتیجه تجدید سابق کلخوز و سبخوزها 15170 هکتار زمین کاره، 1170 هکتار باغات، 67000 هکتار چراگاه و 47000 سهامداران یک عمره میراثی وابسته کرده شد که آنها در حیات 6540 خوجگی‌های دهقانی خرد کلان شامل گشته از هر پارچه زمین وابسته شده ثمرناک عاقلانه استفاده نموده شده است. اکثریت آنها در یک سال از یک زمین از 2 تا 4 سال حاصل به دست آورده عائله‌شان را پورا تامین می‌نمایند. قسم دیگری محصولاتشان را با بازارهای داخل مملکت وارد نموده زیادتیش را همچون محصولات صادراتی به خارج کشور صادر می‌نمایند. این بود که در نتیجه تأسیس جایهای نو کار دائمی در ناحیه کمشوی تعداد مهاجران مهنتی به خارج کشور بر الله حس کرده می شود. پیشوای معظم ملت،
در عرفیت میگویند رنج به گنج نیست یا هیچ زحمت به پاداش نمیشود. در واقع اگر همه ما زحمت کشیم نه تنها منفعتمون با عائله خودمون میرسد بلکه از محصول مهنت ما دیگران نیز بهره‌ورد میگردند که این برای هر یک انسان کامل شرف بزرگ است. فراوانی دسترخوان مردم از برکت زحمت دهقان است. ما دهقانان ناحیه وخش تمام قوای خود را بر 22 ساحه کشاورزی روانه نموده زیر لوای صلح سیاست سازنده شما راهبر معظم مملکت کمر را مستحکم بسته در پایندگی صلح و ثبات آبادانی و پیشروی تاجیکستان عزیز رسیدن به قله‌های بلند کامیابی پیگیری کار و هدف‌های شمایی. تشکر با توجهتان. گفته با احترام صمیمی سابقه‌دار ساحه کشاورزی همین ناحیه عبدالقیوم معلمov. سلامت باشید. عمان حاصل نسبت به سال گذشته چقدر است؟ حاصل پخته نسبت سال گذشته خیلی خوب است. کشتی تکراری ده چی؟ کشتی تکراری در ناحیه یکمین مراتبه قریب زیاد از 7,500 گیتار کشتی تکراری شد هم در بخش جمعیتی و هم در بخش اهالی. این خیلی کشتی تکراری را ناحیه در تاریخش دیگه نبود. این هم باشد از روی دستگیری برای صدای شما سپوری شما رو عملی کردن بود که دهقانا قطعی کار کردن مثلا هر چیز زودتر جمع آوری کردن چون که با دوام موافق پیشگویی متخصصان امسال زمستان هم پیش می‌آید که هم طولانی می‌شود. زودتر جمع آوری کنیم حاصل پرورش کرده را هم ذخیره کنیم هم صادرات کنیم. مثلا کارکرد محصولات کشاورزی را در یک جایگی کار کنیم صاحبکاران و تاجران محصولات بینیت فراوان است. نه برای صادرات کردن کارکرد کردن در کار همین خیلی طرح تازه واضح صادر کردن بسیار مشکل چون که مانع‌های صنعی بین دولت‌ها بسیار است در راه ویران میشود صادرات کردن بسیار نه کارکرد کردن در کار است. حالا تکنولوژی حاضر زمان هست نه اونقدر ارزش قیمت دارد هم جای کاری میشود هم محصولات خوشصفت